رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی همراه وزیر خارجه و دیگر همراهانش روز 19 مای سال 2024 بر اثر سقوط چرخبال در یک منطقه کوهستانی در شمال ایران در نزدیکی مرز با آذربایجان به هلاکت رسیدند. رئیسی تنها رهبر کشوری نیست که قربان صدمه‌های هوایی شد. BBC در یک مرور تاریخی اسم قریب 20 پرزیدنت و سروزیر و یک دبیر کل سازمان ملل را که از سال 1940 به این طرف بر اثر سقوط چرخبال هواپیماها جان خود را از دست دادند برشمرده است. 7 سپتامبر سال 1940 پرزیدنت پاراگوای خوسه فلیکس استیکاریبیا همراه همسرش و خلبان بر اثر سقوط پیوپلان ساخته فرانسه جان دادند. 4 ایول سال 1943 سروزیر حکومت پولشا ولادیسلاو سیکورسکی در نتیجه سقوط هواپیمای جنگی امریکا در نزدیکی گیبرالتار به هلاکت رسید. 7 مارس سال 1957 پرزیدنت فیلیپین رامون دل فریرو به علت سقوط هواپیمای حربی بارکش امریکایی جان داد. در این هواپیما 24 نفر سوار بودند و تنها یک ژورنالیست روزنامه محلی زنده ماند. 29 مارس سال 1959 سروزیر جمهوری آن وقت مختار افریقایی برتلمی باگدانا در عرصه انتخاب محلی در نتیجه سقوط هواپیمای فرانسوی هلاک شد. رسانه‌ها بعدا خبر داده بودند که در محل سقوط هواپیما نشانه‌های مواد ترکنده را پیدا کردند. 8 سپتامبر سال 1961 دبیر کل سازمان ملل داگ همارشولد در راه به سوی ملاقات با شورشگران کشور افریقایی کنگو بر اثر سقوط هواپیمایش هلاک شد. سبب صدمه خطایی خلبان گفته می شود، ولی سال 2021 نشریه بریتانیایی درباره از یک سوی هواپیمای دیگر زده شدن هواپیمای دبیر کل سازمان ملل گزارش داد. 13 اپریل سال 1966 پرزیدنت عراق عبدالسلام عارف به علت سقوط هواپیما در شمال آن کشور جان خود را از دست داد. به جای او برادرش عبدالرحمن عارف پرزیدنت شد. 27 اپریل سال 1969 رنه برنسون پرزیدنت بولیویا که با شورشگران از جمله با قماندان مشهور عصر گذشته از کوبا چه گوارا مبارزه می برد، هنگام سفرش به منطقه کشور در نتیجه سقوط هواپیما جان باخت. 8 ژانویه سال 1977 سروزیر یوگسلاویا جمال بیدیچی در پی در نزدیکی سرای و باکو برخوردن هواپیمایش به هلاکت رسید. 4 دکمبر سال 1980 هواپیمای سروزیر پرتغالیا فرانسیسکو سا کارنیرو در راه پرواز با یک گردهمایی پیش از انتخابات در لیسابون با یک بنا برخورد. سبب صدمه نقصان تکنیکی و خنک نظری کارمندان فنی گفته شد. 24 مای سال 1981 هواپیمای پرزیدنت اکوادور هایمه رولدوس آگیلیرا در نزدیکی مرز پرو باکو برخورد. سبب صدمه خطای خلبان گفته می شد. 2 آگوست سال 1981 همگی 3 ماه بعد هلاکت رهبر اکوادور دیکتاتور پاناما عمر توریخوس نیز در صدمه همسان کشته شد. هواپیمای او پیش از فرود آمدن باکو برخورد. 19 دکمبر سال 1966 پرزیدنت موزامبیک سومارا میشل در شمال شرق جمهوری افریقایی در راه بازگشت از سفر زامبیا بر اثر سقوط هواپیمایش به هلاکت رسید. از 44 نفری که در این هواپیما بودند 10 نفر از جمله بورت مکانیک ولادیمیر نواسیولوف زنده ماندند. 1 یونیو سال 1987 سروزیر لبنان کرم رشید در نتیجه ترکیدن بمب در چرخبال در راه بازگشت از طرابلس به بیروت جان باخت. مسافران دیگر آن چرخبال تنها جراحت برداشتند. 7 سپتامبر سال 1988 پرزیدنت پاکستان محمد ضیاءالحق در راه پرواز به اسلام آباد در نتیجه سقوط هواپیما هلاک شد. 6 اپریل سال 1994 یک بار 2 پرزیدنت در یک صدمه هواپیما جان باختند. هواپیمای پرزیدنت های رواندا و بوروندی ژوفینال خبیاریمان و سیپرین نتاریامیرا از زمین با موشک زده شد و همه 12 نفر داخل آن کشته شدند. 26 فوریه سال 2024 هواپیمای پرزیدنت مکدونیا باریس ترایکوفسکی در نزدیکی شهر موستر بوسنیا سقوط کرد. او برای اشتراک در یک انجمن سفر داشت. همه این نفری که در هواپیما بودند هلاک شدند. 2 اپریل سال 2010 پرزیدنت پولشا لوخ کاچینسکی همراه یک هیئت بزرگ مقامات رسمی در راه به شهر سمالنسک روسیه بر اثر سقوط هواپیما به هلاکت رسید. این هیئت باید در مراسم 70 سالگی قتل عام اسکران ارتش پولشا در کاتین اشتراک میکرد. همه 88 مسافر
و 8 روز و اکیپاژ هلاک شدند. سبب صدمه اشتباه خلبان، هوای نامساعد و اشتباه نادرست از طرف دیسپچرهای روسیه گفته می شود. در پولش گمانه‌هایی هم درباره دست داشتن روسیه در این حادثه نیز تا حالا صدا می دهند.